و برکاته. برادران گرامی، چنانه که برادر ارشاد می‌کنم چند دقیقه درباره عقیده صحبت می‌کنیم. عقیده معناش همین باوری به خدا باید چگونه باشد و باید حتمی باشد. چرا؟ نخست سر میکنیم از سوال دوم، چرا باوری به خدا حتمی؟ خداوند دعوا میکنه که من انسان آفریدم و اولین سوره ای که از قرآن نازل شده سوره اقرا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. بخوان به نام پروردگارت که تو را آفریده است و تو را از یک خون بسته آفریده است. یعنی حتما باید ما خدا را عبادت کنیم. به همین خاطر خدا میگه من شما را آفریده هستم، نه شما بنده های من هستید. اما در این برابر کسی یافت نمی شود در دنیا دعوا کرده باشد که من انسان آفریدم و غیر خداوند. و در جای دیگری همین قرآن میگه که کل نفس ذائقة الموت انما توفون اجورکم یوم القیامه. هر صاحب نفس چشنده مرگ است و شما پاداش عملهایتون را در قیامت میگیرید. یعنی هر کاری که کردید خوب باشد پاداشش خوب، بد باشد پاداشش بد میگیرید. این همین دو چیز ما را مجبور میکنن که چی؟ ما خدا را بندگی کنیم، خود ما را در پیش خداوند بنده حساب کنیم. نخست اینکه خدا میگه من شما را آفریدم، دیگر اینکه خداوند چی میگه؟ حتما شما لذت مرگ نچشید. اگر خدا ما را آفریده باشد و حتما لذت مرگ چشیدن حق باشد، پس خداوند از ما چی خواسته است؟ آیا این بیان شده است یا نشده؟ البته بیان شده است. انا همون چیزی که خداوند ما را برای اون چیز خلق کرده است دیگه ناعلاج است. برای من میگم حتما باید اون کار ما انجام دهیم. اون کار چی است؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند میگه من جن و انسان ها را آفریدم تا که مرا عبادت کنند. انشالله بعدتر صحبت میکنیم عبادت چی است. یعنی وقتی که یک بنده دانست که خدا او را آفریده و یا که یک بنده دانست که حتما 50 سال بعد 60 سال بعد 70 سال بعد یا 100 سال بعد از دنیا میگذرد. یکی از کلانترین انسان‌های روی زمین نشون دادن در فرانسه 10 سال از دنیا گذشته است. یعنی اگر 110 سال هم عمر بینی، 120 سال هم عمر بینی، حتما از دنیا میگذری. انا همین که خدا ما را آفریده است و ما حتما از دنیا میگذریم و چی؟ انما توفون اجورکم یوم القیامه. و خداوند خیلی نمیمونه که چی؟ ما از دنیا گذشتیم و خلاص. نه، پاداش عملهایتون را میگیرید. حتما چی؟ شما پرسیده میشوید. اگر در دنیا طبق فرموده خدا و پیغمبر کار کرده باشید پاداش خوب میگیرید. اگر خدا نکرده طبق فرموده خدا و پیغمبر زندگی نکرده باشید پاداش بد میگیرید. انا همین چیز چی؟ هر یک انسان باید مجبور کنند که چی؟ راه درست انتخاب کنند برای خودش و خداوند چی؟ عبادت کند. عبادت خداوند چی است؟ تعریف عبادت کل ما یحبه الله و یرضاه. هر چیزی را که خدا دوست می‌دارد و از اون چیز راضی است. خداوند دوست می‌دارد که بنده نماز خواند، روزه گیرد، حج، زکات راست بیاد، فریب نکند، چی؟ پابند دین باشد، فرزنداش در تربیت اسلامی گیرد، با زن خودش مناسبت خوب داشته باشد، پدر و مادرش احترام کند، با همسایه‌ها همچنین رزق حلال به دست بیارد. از این چیزا خداوند راضی است. در عین زمان خداوند راضی می‌شود از بنده که بنده قتل نکند، یعنی اون کس نکشد، زنا نکند، شراب نخورد، چی؟ دزدی نکند، دروغ نگوید، فریب نکند، غیبت نکند، تهمت نکند. یعنی اگر خلاصش گوییم هر چیزی که خدا و پیغمبر گفتند شما کردید خدا را عبادت کردید. یا از هر کاری که خدا و پیغمبر شما را منع کردند شما باز ایستادید خدا را عبادت کردید. اکنون سخنایی که ما میشنویدیم بچه‌م نماز تخوان همش خوبه دیگه.
این تو که عبادت نبوده. یا آدم نماز میخواند چی؟ پدر و مادرش دشنام میکرد. یا آدم نماز میخواند یا روزه نمیگیرد. یا آدم نماز میخواند چی؟ دروغ میگوید. یا آدم نماز میخواند چی؟ تهمت میکند و غیبت میکند، دیگه کارا رو دست میزند. این معنا را ندارد که ولی چی؟ تمام همین نماز خوانده است و همه کاری او بود شده. نه، هر یکی همین کمبودی ها دلالت بر ضعیف بودن ایمان همون شخص میکند. من برای این گفتم که خلاصش هر آن چیزی که خدا و پیغمبر گفتن بکنید، هر بنده همون کارا را کرد، خدا را عبادت کرد. و از هر کاری که خدا و پیغمبر ما را منع کردن، کدام بنده که همون کارا را نکرد خاطر خدا را عبادت کرد. و این عبادت کردن خداوند چی؟ خداوند هر پیغمبری که روان کرد با اونا گفت چی؟ من از مردم همین چیز میخوام. یعنی طبق فرموده من زندگی کنند. از دنیا مزرعه الاخرت، دنیا کشتاری آخرت که باشه، فقط طبق فرموده دین زندگی کنید بچه دنیا و قیامت شما آباد میشود. اگر شما چی دست کشتار زدید، طرف مقابل مثل شما را میکشد. اگر شما غیبت کردید، جامعه چی ویران میشود. اگر شما زن و فرزندتون درست تربیت نکردید، دست به چی یا که ما و شما هممون در یک جایی چی دست به فحشا میزنن، چی هزارها کسلی های چی توبه نشونده امروز برای پیدا میشود. خلاصه همون هر چیزی که ما میکنیم عبادت است، یا از هر کاری که این پرهیز میکنیم خدا و پیغمبر نفرموده عبادت است، همین زندگی ما را میسازند. من برای ببینید که یک دروغ یا یک پاره خوردن در تاجیکستان چقدر چی پرابلم ایجاد کرده. معلم از طلبه یا طلبه مجبور چی کوشش میکنه که معلم را چی کرد، با معلم هم کوشش میکنه بالاترش را چی کرد، باباش کوشش میکنه بالاترش را چی کرد. یعنی یک نظامی که از اسلام بیرون از رشوه‌خوری بینه که چی قدر پرابلم را زیاد کرده. نه یک رشوه‌خوری شما ببینید، یا آدم لایق نیست میرد یک مقدار پول میتیاد در یک کار میکنه و همه میدونن که همون شخص در همون جای لایق نیست. وقتی که وای لایق نباشد پس همون کاری که همون اداره دستور میکنه و کردن نمیتواندش، خیانت کرده خدا. انا برای من خداوند چی میگه؟ ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما در هر امت یک پیغمبر روان کردیم. چی وظیفه اون پیغمبرها چی بود؟ و مردم برسونن که چی خدا را عبادت کنید، از پرستش غیر خداوند سرپیچی کنید. خدا را عبادت کردن همین بود. خدا را عبادت کردن چی میشود؟ یا اینکه چی عبادت میکنید، یعنی شما 2 رکعت نمازی بامداد میخونید فرض برای مثال، این هم عبادت است. یا که چی خداوند گفته در عید رمضان، عید قربان شما قربانی کنید، به خاطر خدا قربانی میکنید، چی خدا را عبادت کردید. یا خداوند میگه که از دوزخی که من در آینده آفریدگی، در آینده چی بنده های کسی که پابند دین نیست و چی طبق گفته خدا و پیغمبر کار نکرده در همون دوزخ میپرتم، مورا از همون دوزخ بترسید. یا در عین زمان چی خداوند چی میگه؟ خداوند برای بنده های نیکوکار چی جنت وعده کرده، از این چیز با امید باشه. یعنی همه همین چیزا امیدوار بودن از رحمت خداوند، در عین زمان ترسیدن از غضب خداوند، یا در عین زمان چی هر عبادتی که ما میکنیم یا نظر و نیازهایی که ما خاص به خاطر خدا میکنیم همینا در مجموع عبادت میگن. اما اگر خدا نکرده یکی از همین عبادت ها برای غیر خدا انجام داده شود، انسان چی میشود؟ مشرک میشود. یعنی انسان به خدا شرک میگذارد. شرک معناش کسی را یا چیزی را در برابر خدا قرار دادن. این کار دیگه خداوند نمیبخشد. و در قرآن چی میگه؟ سوره نساء ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شریک آوردن نمیبخشد و پایانتر از شرک هر گناهی که باشد برای کسی که خواهد میبخشد. یعنی اگه انسان به خدا شریک نآورده اما دیگه عملای چیه بعضی عملای نادرست انجام میده، این در اختیار خداوند است، در قیامت خواهد میبخشدش خواهد عذابش میکنه. اما شرک چی هیچ وقت نمیبخشد. پس چی اولین نقطه‌ای که ما باید خود ما رو پابند میکنیم همین عقیده است.
که خدا را یکه یگانه عبادت کنیم، یکه یگانه شناسیم و چی در برابر خداوند کسی را یا چیزی را شریک قرار ندهیم. همین چیز باشد انشاءالله باقی مونده کارها خوب می شود. بعد آیا ما همین کار را کرده ایستاده؟ یعنی این کاری قدر مهم بوده. پیغمبر خدا دعوتش از همینجا شروع کرد. یعنی 13 سال پیغمبر خدا 13 سال اول دعوتش توحید بود. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. 13 سال. البته هم 23 سال توحید بود، اما 13 سال اول دعوت فقط توحید بود. در 10 سال باقی مونده توحید و احکام و چی معاملات دیگر همش بودن. یعنی حتما چیزی مهم بود که چی پیغمبر خدا از اینجا آغاز کرد. این چی فعلا، اما قولا هم معاذ گفتنی صحابی بود رضی الله عنه. پیغمبر خدا او را یمن روان کرد. یعنی گفت مردم به اسلام دعوت میکنه. و چی گفت؟ یا معاذ لیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله. ای معاذ، وقتی که به نزد مردم یمن می روی از همین کلمه شروع کن. لا اله الا الله. نیست معبود به حق جز الله. برای چی در کتابای بعد کتابا شما میخونید نیست خدای به جز الله، لیکن ما شما در گفتیم که نیست معبود به جز الله. یک از گویا خدا یکه یگانه است، تمام. خدا را عبادت نکنه مسلمان حسابیده نمیشود. یا من گویا خدا را میشناسم، همین چیز چی کفایت نمیکنه. همون مشرکای پیش از اسلام هم خدا را میشناسن، حتی به نام الله میشناسن. چخیل خداوند در قرآن میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. ای محمد، همون مشرکا را پرسی که آسمان و زمین کی آفریده است، میگن الله. بعضی مردمی که در خارج خوندگی برای فکر مردم پریشان کردن میگن که پدر پیغمبر خدا عبدالله نام داشت یا عبدالله. یعنی که او در زمان شرک مردگی هستند، مشرک مردگی هستند. لیکن نامش چی بود؟ یعنی آیا در همون زمان مردم الله هم میشناختن؟ میشناختن. خدا در قرآن گفته است میشناختن. حتی صفاتهای خداوند نمیدونستن که یکی از صفاتهای خداوند عزیز است، یکی از صفاتهای خداوند حکیم است. این چیزا مشرکون میدونستن، لیکن همین کلمه را نگفتن. لا اله الا الله نگفتن. برای چی؟ برای که او میدونستن که وقتی که لا اله الا الله میگویند بتاشون از باید سجده نکنند، باید برای بتاشون قربانی نکنند، باید از بتاشون نترسند. یعنی چی؟ همین چیزا اونها را مجبور کرد که نگفتن. یعنی کیبر ورزیدن، گفتن چخیل ما اینا را عبادت میکنیم به خاطر چی؟ یک شاعری مجنون علیاذ بالله پیغمبر خدا را گفتن که چخیل به خاطر یک محمد شاعری دیوانه گفتن ما چی؟ خداهای خدا ترک میکنیم. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتارك الهتنا لشاعر مجنون. اونا مشرکا کسایی بودن که وقتی که اونا را میگفت لا اله الا الله گویه اونا کبر می‌ورزیدن. گفتن که نه ما یارا خدا گفتیم یارا عبادت کردیم برای اینو نظر نیاز کرده هستیم چخیل به خاطر انمو محمد چه و شاعر مجنون علیاذ بالله صلی الله علیه و به خاطر هوا چی ما این خداها ما را ترک نمی‌کنیم. یعنی لا اله الا الله اگر فقط نشد که ای مردم خدا را شناسی میشناختن مشرکا. حتی چی میگفتن؟ وقتی قرآن آمد نازل شد گفتن که شما هر کاری را که میکنید به خاطر خدا کنید و وسیله بین خداوند و چی بنده باید چی عمل نیکش باشد. یگون کس یگون شخص یگون چیز نباشد، خصوصا شخصی مرده یا یگون چیز. همین آیت قرآن نازل میشد مشرکا چی میگفتن؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. نه ما این بتو در سجده میکنیم شما ما را چی فکر نکنید که مقصد ما همیه. مقصد ما ایو را عبادت نکنیم به خاطر الله. خیلی که مزار پرستای ما چی میگن؟ نه این وسیله چی بین بنده و بین
یعنی بین من گناهگار و بین چی خداوند. همین گپ مشرکان میگفتن یگان فرق نداره. اینا شما را باید قرآن ببینید. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما اینا را عبادت نمیکنیم فقط به خاطر این عبادت میکنیم که ما را به الله با چی الی الله زلفا، به نام الله میشناسن خداوند. این ما را به الله چی نزدیک میکنه. یا که چی میگن؟ چون که ما یک مزار پرستی ما میگن که نه ما شفاعت ای را طلب میکنیم. اینا شفیع های ما هست. خداوند همین هم میبیرد از حیات مشرکان. مشرکان در همون زمان نزول قرآن چی میگن؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. یعنی این بتایی که شما میگید جای ما، یعنی که ما را برای خاطر همین بتا مشرک میگویید، اینا چی؟ در نزد خداوند ما را چی؟ شفیع هستند. شفاعت کننده های ما هستند. تو از کجا میدونی که باید چرا شفاعت کرده میتونه؟ یکی تو از کجا میدونی از حال وی با خبری؟ در عقیده اهل سنت و جماعت ما نمیتونیم مثلا که یک شخصی که در فلان خوب است ایشون است دنبال سر نداره، از دنیا گذشته است میگن که در جنت است یا در دوزخ. ما همین گپ گفتن نمیتونیم. پیش مزارو میرن که در بزرگیش فرق. از کجا میدونی بزرگیش؟ وقتی خودش میدونه تو خدای خودش تو از کجا میدونی؟ در کدام حال مردگی است، چی بود و چی بود نمیشه، هیچ کس نمیدونه بجز کسایی را که خدا و پیغمبرش گفتن که اینا در جنت هستن. پس یک چیز شبهناک، یک چیزی که خودش معین نیست، ما چخیل از وی مدد میکنیم. این یکمش. دویمش هؤلاء شفعاؤنا عند الله گفتن اینا ما را چی درگاه خداوند نزد خدا شفاعت میکنن. خداوند چی میگه؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضی. هر کسی که پیش مزار میرود مزار او را شفاعت نمیکند، خواه شهید، خواه صدیق، خواه صالح، یا هر کسی که پیش قبر پیغمبر میرود. شفاعت اونا در دست خودشان نیست، در دست خداوند است. ولا یشفعون الا لمن ارتضی. انا همون شخصیت های بزرگی که در اسلام گذشتن، خواه پیغمبر، خواه صالح، خواه نبی، خواه صدیق، اینا کسایی را شفاعت میکنن که اول خدا راضی باشد از او. یا نبیره پیغمبر خدا که چی؟ دست به کفر زده گست، کافر شده گست. بس شورا پیغمبر خدا روز قیامت شفاعت میکنن. یک خطا. یا نوح، شما همتون قصه نوح علیه السلام میدونید، پسرش کافر بود. بچه نوح پیغمبر اولوالعزم میتونه پسرش شفاعت کنه؟ نه، چیز خطا. و خداوند صراحتا میگه اینها کسی را شفاعت میکنن که خدا از اون شخص اول راضی باشد. برای همین این کلمه از ما همه چی را میخواهد. یعنی ما خدا را معبود قرار دهیم. نماز برای چی میخونیم؟ به خاطر خدا. در عید قربان برای چی قربانی میکنیم؟ به خاطر خدا. چه این نذرایی که میکنی برای چی است؟ به خاطر خدا. از کی میترسی؟ از خدا. سلامتی را انسان در کی میتیه؟ خداوند. یکی چی؟ بدبختی را یا مصیبت از بالای انسان کی دور میکنه؟ خداوند. انا همون وقت چی؟ با ما گویا لا اله الا الله گفتیم. بجز خداوند معبود دیگر نیست. ترس ما، امید ما، نظر و نیاز ما، عبادت های ما همه به خاطر خدا هست. این همین کلمه گفتیم چی؟ بسیار کلمه مهمه. همین کلمه را ما گفتیم. مشرکان نگفتن. مشرکان معناش هم میفهمیدن و حتی گفتن که چی؟ ما به خاطر این شاعر مجنون بطور ما را ترک کنید. به همین خاطر نگفتن. یعنی کبر ورزیدن که ما یه را عبادت کردن میگیره. اما مؤمنان چی امروز؟ مؤمنان گفتن مؤمنان سه حالت دارن. یک کس گفت این کلمه را به زبان آورد ممکن معناش نمیفهمید. او آدم چی؟ فقط دولت اسلامی باشه نمیکشدش تمام. یعنی این مسلمان است، دیدی مسلمان نمیکشد و که چی؟ همون شرایطی که در طبق قانون دولت اسلامی هست. اما چی؟ این بدیلش باور نداشته باشد و معناش نفهمیده باشد، این روز قیامت این کلمه فایده نمیکنه. دویم طایفه آدما گفتند و معناش فهمیدن. این آدما هم چی؟ کلمه فایده نمیکنه. خیلی کسان میگن که لا اله الا الله معناش نیست معبود به حق و جز خدا. یه اتئیست میگه درس میده. فکلته شرق شناسی ده. و یک طلبهش میپرسه همین لا اله الا الله چرا میگه نیست معبود به جز الله؟ گفت با زبانش و معناش هم فهمید شرق شناس. آیا مسلمان شد؟ نه. آیا این کلمه باید نفی میکنه؟ نه.
پس این کلمه چی؟ اول گفته شود، دوم معناش فهمیده شود، سوم به این کلمه ما باید تسلیم باشیم، یعنی به این کلمه ایمان داشته باشیم که در حقیقت معبود ما خداوند است، ما عابدیم، عبادت کننده ایم، خدا عبادت کرده شده است. یعنی هر کاری خیری که ما میکنیم به خاطر الله است و از هر کاری بدی که باز نیستیم بازم به خاطر الله. و انشاءالله چی؟ کسی این کلمه را به همین خاطر گفت، به همین مفهوم گفت، من قال لا اله الا الله نفعته یوما من دهره. کسی این کلمه ده ایمانی کامل داشت، به خدا شریک نیاورد، این کلمه روز از روزها او را فایده میکند. به پیغمبر خدا چه روز از روزها؟ یعنی یک لا اله الا الله گفت، باوری کامل داشت، لیکن نمازش بعضی وقت نمیخوند یا روزش بعضی وقت نمیگرفت یا کسی رشوه میخورد. برای که نماز نخوانده بود خداوند او را در آتش دوزخ میسوزاند اگر خواهد. برای روزه نگرفتگیش همچنین، برای رشوه و تهمت و غیبت و دروغ گفتگیش همچنین. اما چی؟ روز از روزها این کلمه او را فایده میکند. یعنی این چیز ایمانی اوست، باوری اوست، یک روز همین سبب میشود که او را از آتش دوزخ میکشند. انا برای این چی؟ همه انبیا از همینجا شروع کردن. مویم باید در زندگی از همینجا شروع کنیم، یعنی باوری ما باید به خداوند همین باشد. اما چی؟ چنانی که مردمی ما میگن الحمدلله مسلمان هستیم، یکی پیش مزار میره و این مزار چی؟ فرزند طلب میکنه. شما قلعه اسرائیلی از سنگ است، یک کسی میفته میشه که او را دور پرته. اینجا دو چیز دیده میشود. یکمش این که از اون مدد میخواهند، فرزند میخواهند. این شرک به خدا. دیدین که چی؟ یگون کسی میره گرفته دور پرستن نمیتونه، برای که میترسن. بینه ما باید چی؟ از خدا ترسیم. یک سنگ در زندگی ما هیچ تاثیر چی آورده نمیتواند. انا میره شرک به خدا میگه. برای انسان ببینه که پیش مزار کسی میره حتما چی گریبونش میقفد، یا چی الهی خچه بوی میترسه که این مزاری فلان چه است. انا میره شرک به خدا میگه. از دست هیچ کار نمیگه. خداوند میگه اونایی که شما از غیر خداوند با دعا میخونید که چی وارا عبادت میکنید، اما رنگ شما بنده یا یک چیزایی بدن که نه نفع رسانده میتوانند شما رو نشین، نه ضرر از شما دور کرده میتوانند. لیکن مصیبت در چیز؟ مصیبت در این است که در همین عصر زمان ما همون کار کرده شده. مشرکا لا اله الا الله نگفته همون کار را میکنن، ما لا اله الا الله گفته همون کارای بد کرده شده. انا همین چیز اصلاح شود، دائما میگن که برای چی مسلمان‌ها یک نمیشوند، یا که برای چی فلان کارو نمیشود، یا برای چی در نماز بامداد 10 کسه، در نماز پیشین 100 کسه، در نماز عصر 200 کسه، در نماز شام 300 کسه، با خفتن کم میشه 50 کسه. سبب چیه؟ یا سبب چیه که یک قسم اهالی علاقه دیگه روزه نمیگیرن، یا سبب چیه که فلان کارا نمیشود؟ برای که ایمان به خدا مستحکم نیست. اگر انسان بزرگی خداوند چنونی که گفتیم چی حس کند، ایمانی به خودش مستحکم باشد و پیش نظرش بیاد که اوه من میمردم همین خیلی ننشید است که من خوب میشم میرم، انما توفون اجورکم یوم القیامه. خداوند چی میگه؟ پاداش عملهایتون رو میگیره. اگر این چیز پیش نظر ما نباشه، هر قدمش انسان چی دانسته میزنه. این چیز روز قیامت ما خود پیش جورهم نه یک کار بجا کرده است، من به خاطر که چی جورهم ندارم، اما خدا در قیامت چی آشکارش میکنه، میلیاردها انسان میدونه. یا که یک کاری خوب به شما میکنه، کوشش میکنه که مردم دونن، ریا به خاطر خدا نه، به خاطر که مردم دونن. هیچ وقت کوشش نکنه. شما چی به خاطر خدا کنید، روز قیامت دیگه تنها جورهای نه، تنها مردمی دوشنبه نه، میلیاردها انسانی که روز قیامت به حشر میشود میدونن. لقمان هم حضرت لقمان یکی از اولیاء الله هست. در قرآن سوره به نام لقمان است. پسرش چی میگن؟ یا بنیه انها ان تکو فی صخره، انها ان تکو مثقال انها ان تکو فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. یعنی ای پسرم میگه اون کاری که تو میکنی اگر در مغز یک سم باشد و در آسمان باشد یا در چی زمین باشد یا در یک مغز سنگ باشد، حتما خداوند اون چیزا چی آشکارش میکنه.
یعنی تو گناهات در پیش مردم نپوشان، تو خودت اصلاح شو، کوشش کن اون گناه در دست نزن. خود کوشش میکنی که رفیقات ندونن، پدرت ندونن، مادرت ندونن، عائلت ندونن، اما همین چیزی که در پیش نظر توست که همینو ندونن، خداوند در قیامت چی ایرا آشکار میکنه، 100 برابر این، میلیون ها برابر این جمعیت میدونه که تو کی بودی. و در عین زمان تو میخوای کارهای خوب کنی، مردم هم میخورد به انسان طبیعتا زیانکار است، پول خراجات میکنه به خاطر خدا، لیکن یک ریا یا مردم دونن گفته همین صدقهش باطل میکنه یا همین عملاش چی نول میکنه، باطل میکنه. چه اگر میخوای که مردم تردانن، تو صدقه تکن، تو کار خوب کن و قیامت در چی خداوند باید آشکار میکنه، میلیاردها انسان میدونن. یعنی اگر قصد تو خدا باشد، هر کاری که میکنی به خاطر خدا کنی، خداوند رو آشکار میکنه. اما قصد تو چی به خاطر رفیقات باشد، دلهای رفیقای تو در دست خداوند است. یعنی 3 روز نگذاشته رفیقات میگن که یکم حرکت کرده با چند گفت دیگه از خود میدن. برای این تا اخلاص ما به خداوند درست نشود، یکمش عملای ما چی قبول نمیشود. پس خداشناسی ما یا هر کاری خوبی که میکنیم خالصا لله باشد. یک کسی گفتم که میگن که چرا غیبت نمیکنی؟ بلکه خداوند حرامش کرده کنه. یا یک کسی میگن چرا شراب نمیخوری؟ نگویا که جگرم درد میکنه. یه چیزی حرام است. اگر به خاطر جگرش ترک کنه چی؟ پرهیز نکرده از او کنه. نمی انشالله گفتم که هر کاری خیری که ما میکنیم به خاطر خدا است، از هر کاری که بعدی که بازیستیم به خاطر خدا است، اینا اخلاص میگن. این یکم شرط قبولی کارهای ما میشود. یعنی انسان یک کار میکنه، ها؟ مثلا امروز برادر دلشاد عقیقه کرده. اگر همین عقیقه به خاطر خدا باشد، خیر شد. این یکم شرطش اخلاص داشته باشد که ما همه را به خاطر خدا میکنیم. دیگه‌اش طبق فرموده رسول الله باشد، بس ثواب میگیره. یعنی از گفته پیغمبر خدا بیرون باشد، همین ثواب نمیگیرد. پس هر یک عملی که شما میکنید در زندگی پیش نظرتون بیاره، یکمش اخلاصتون رو زیاد کنید. که من کار خاص به خاطر خدا میکنم، من میترسم نه پروای یگان نفر دارم. دیگر اینکه چی پرسید که پیغمبر خدا همین کاری که شما میکنید چی خیلی کرده؟ برای مثال نکاحی که پیغمبر خدا گفت چی؟ 2 شاهد گفت است حد اقل، اعلان نکاح گفت. اما شما با اخلاص من زن میگیرم گفتید تا که از کارهای بد بازیستم، خاص به خاطر که خداوند چی زن گرفتن چی یک امر شرعی بیان کرده و چی پیغمبر ما از بسیاری امتش روز قیامت فخر میکند. دیگر اینکه چی ما از کارهای بد باز میستم. این یکم نیت شما بود خالصا به خاطر خدا. ان شاء الله یک طرفش بود شد. اما دویم طرف شما رفت روز نکاح و یک شاهد برده، همین کار ثواب میگیره؟ نمیگیره. برای که پیغمبر گفت که از 2 شاهد کم نباشه. یعنی این یک نکاح هم مثال آوریم. هر چیزی که خداوند نماز خونه گفته، یکمش باید شما با اخلاص نماز کنید، دیگه‌اش چی موافق گفته پیغمبر خدا، موافق تعلیمات دین نماز کنید. یک از خیلی بنده در 3 رکعت کنه ثواب میگیره؟ گناهگار میشود. والله الان سعید بن مسیب و سعید بن جبیر بود، یکی از تابعی کبار مسجد اومد، مسجد الله الان دید که یک نفر نماز میخونه در صبح، بامداد از 2 رکعت زیاد نماز میخونه. تا که خیلی نکردش. تا گشت که مردم ما میگن که چی؟ همین برای نماز زیادتی من خدا مرا عذاب میکنه. میگه همین برای نماز مرا خدا عذاب میکنه. تا که برای نماز عذاب نمیکنه. که برای که بدعت کردی، خلاف سنت داری، برای همین خدا عذاب میکنه. یعنی نماز بامداد 2 رکعت، تو چرا 2 رکعت زیاد میخونی؟ که سنتی بامداد 2 رکعت، تو چرا زیاد میخونی؟ این نماز است. و فکر انسان چی؟ باید 1000 رکعت هم باشه ضرر نکنه. بامداد شام 3 رکعت است. یک از خدا 4 رکعت خوندش. ثواب میگیره؟ نه، گناهگار میشود. این نماز قبول نمیشود، خیلی نماز نیست. برای این خواه نماز، خواه روزه، خواه حج، خواه زکات، هر کاری که شما میکنید، خواه فرزندان رو تربیت کردن است، چیزی که نباشد، همون وقتی شما ثواب میگیرید که اولش خالصا لله باشد، دیگه‌اش فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. همین کارهایی که از پیغمبر خدا ما در رسیده است، اینا در مجموع سنت رسول میگن. یک کار پیغمبر خدا کرد یا یک سخن پیغمبر خدا گفت
یا یک صفت پیغمبر خدا مورد بیان شد. نه پیغمبر خدا صفتش بیان چیز شه، یک گپ میدید که جمعیت نفهمیده شدن 3 بار تکرار میکرد. همین یکی از صفت‌های پیغمبر خدا بود. یا که چی؟ یکی از صفت‌های پیغمبر خدا بود که آرام راه میرفت. یعنی پشتش به حضور در زمین میموند. این هم سنت است. یا که چی؟ فعلش، قولش، صفتش، اقرارش. صحابی ها در حضور پیغمبر خدا یک کار کردند. اگر پیغمبر خدا اونها را من نکرده باشد همین چیز برای ما دین میشه. یعنی اقرار کرده معلم بود اگر کاری نادرست میشه نکنید. یعنی 4 چیزا چی؟ سنت میگفتن. و ما مأمور شده گفتیم که چی؟ از سنت رسول صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم. خدا در قرآن میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چیزی که پیغمبر خدا شما را میگوید یعنی از دین میگوید شما را قبول کنید و از هر کاری که پیغمبر خدا شما را من میکنه شما باز ایستید. یک روز در زمان اصحاب یک زن پیش عبدالله ابن مسعود آمد. گفت که آیا خشکیدن حرام است؟ بعد گفت که حرام است. خداوند لعنت کرده. و وای زن رفت و اومد گفت که من قرآن خوندم خداوند لعنت نکرده تا اینجا درباره خشکیدن نیست. و در قرآن خونده که و ما اتاکم الرسول فخذوه. هر چیزی که پیغمبر میگوید از این شما را گیرید. و گفتن پیغمبر خدا لعنت کرده. پس وقتی که خدا در قرآن گفته باشد که هر چیزی که پیغمبر گفت از شما او را قبول کنه او را گیره همین معنا را داره که خداوند گفته. و در جای دیگر چی میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد در کارهای دینی از پیش خودش چیزی نمیگوید. هر چیزی که میگوید از جانب خداوند میگوید. نه شما ببینید میگن که پیغمبر خدا در 40 سالگیش مبعوث به پیغمبری شد. 40 ساله بود. بعد 40 سالگیش همه قدم‌های زدگی او را نوشتگی هستند. حتی یهودی‌ها سلمان فارسی را رنگ مذاق و طعنه‌آمیز گفتند که راست است که پیغمبر خدا شما در همه چیز گفته حتی خلاجا حمام توالت رفتن. که در ما را گفتگی بود که وقتی حمام می‌روید توالت می‌روید رو به طرف چه قبله نایستید کعبه نایستید یا پشت به طرف قبله نایستید. یعنی این معنیش چیه؟ یعنی عادی ترین چیز ما در گفتگی از دیگه هیچ چیز نمونده. انا برای این چی؟ لیکن تو 40 سالگیش پیغمبر خدا بسیار کارو کرده. اونو را ننوشتن. برای در او وقت وظیفه‌دار نبود که چی؟ از نام خداوند گپ زنه. اما چی؟ از نام دین. بعد 40 سالگیش مبعوث به پیغمبری شد و هر سخنی که گفت در کتابو جمع کرده گرفتنش. و دیگرش خداوند چی میگه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. انسان در زندگی باید یک ایدئال داشته باشه. یک شخصی را پیروی کنه که او انسان کامیاب بود. یعنی بی پرابلم از زندگی کرده. روحی درست بود، حق بود. نمی‌بینی آدمو میگن که فلان چه ایدئالی من است. اما خدا در قرآن چی میگه؟ ایدئالی زندگی شما باید پیغمبر باشه. اگر زن میگیرید ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه زن گرفت. اگر چی مثلا فرزندا رو تربیت میکنه ببینید که چه تربیت کرد. اگر بازار میره ببینید که چه بازار رفت، چقدر استاد چی گفت. یا اگر چی نماز میخونه ببینید چگونه نماز خوند. یا اگر روزه میگیره ببینید چگونه روزه گرفته. مردین ما چی روزه میگیرن اما چگونه که پیغمبر خدا روزه نمیگیرن. یکم چی میگن اکثریت سحرخوری ساعت مثال 5 تمام میشه اونا 4 بس میکنن 2 میکنن. شما کی گفت؟ همین که هم گذشتگی ها گفتن که خواهی که روزه حلال گیری باید مزه طعام از دهن بره و تا صبح شدن. ما گذشتگی ها ایمان نیاوردیم. اما پیغمبری که ما ایمان آوردیم و در قبر ما را میپرسن که خدای تو کیست، دینی تو چیست، پیغمبری تو کیست، انا همین کس ما ایمان آوردیم و این تا صبح صادق هم میخورد. یا چی؟ تا فرو نشستن افتوبه روزه میداشت. مردی ما چیه؟ شام شده یادمه که دیگه طاقت کنیم، یادمه که دیگه طاقت کنیم ملا از اون از اون به کشودن روزه هیچ دخل نداره. و دیگه چیز هست برای نماز این تمام دیگه چیز هست. حتی عبدالله ابن عمر چی میگه؟ من فقه الرجل اقباله على حاجته حتی یقبل على صلاته و قلبه فارغ. آدمی که از دین آگاه اول یگون چی میخوره
بعد میرد نماز میخونه تو که در نماز استاد دلش آرام باشه. مردی ما چه خدا می دنبال این ناعتینا را فتی خلق الله خونه تسترین آفت کنه خیلی دین نمیشه. یا که چی میگن دنبال را خدا گفت خودشون چی مصلحت میکرد دنبال جون بیان نماز سر دستکی خونین بعد به خورجه شینید. نماز سر دستکی نمیشه. نه خوراک سر دستکی خورد ضرر دارد سراسیمه نه نماز که عبادت است تو چی پیشگوی خداوند نمیشی روز قیامت از این چیز تو پرسیده میشی. نه ایشه سراسیمه کن نه وایشه آمدی گرسنه اول طعام خور بعد نماز کن. هم اینش درست شود چی گرسنگی تو از بین رود هم نماز تو آرامانه باشه. اما مردم ما چی این سراسیمه نماز میکنن. اینا را دزدی نماز میگن. پیغمبر خدا فی اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا یا رسول الله و کیف یسرق من صلاته قال لا یتم رکوعها ولا سجودها. از همه دزدی گنده کسی هست که از نمازش دزدی میکنه. گفتن پیغمبر خدا آیا از نماز یگون چیز دزدیدن میشود؟ کسی که رکوع و سجود آرام نمیکنه همه دزدی نماز است. در تاجیکستان کی رکوع و سجود ما آرام است؟ نه خیلی میسته. این خیلی استودن نیست در نماز. نماز همه خیلی است که در پشت آب است. اگه ببینید که چند فایز جمعیت ما هم خیلی نیست. نیم فایزش نمیسته. نیم فایز جمعیت ما هم در نماز نمیسته. این هم خیلی میونش دخل نمیشه. اما چی خدا نکرده در الله یگون دکمنتش گم کنه یا یگون پولش گم کنه در میکوارش سه ساعت در میسته. نماز نگه میون ایمان نمیشه. همین خیلی رکوع نیست. شما دونید که همین خیلی نماز هم نیست. یا انسان اومد یک صحابی اومد پیش پیغمبر خدا نماز خوند. تیز برگشت اومد پیغمبر خدا که سلام کرد پیغمبر خدا که رو نماز خون نماز نخونده. گشت اومد تیز نماز خون برا 3 مرتبه او را گردان. و او که من نمیتوانم از این کرده زیادتر نماز کنم. بعد پیغمبر خدا او را تعلیم داد. و از همه جایی که زیاد تعلیم داد که رکوع میکنی سخت تعلیم داد. در رکوع آرام میگیری. وقتی که از رکوع میخیزی سمیع الله لمن حمیده میگی با راست آرام میگیری. وقتی که سجده میکنی در سجده آرام میگیری. وقتی که از سجده یکم میخیزی در موبایل میستی همونجا هم آرام میگیری. لیکن مردم چی میونش راست نکرده دویم سجده میره. پس برای مسلمان که اگر عبادت کردن میخواهید دو چیز باید رعایت کنید. یکمش کارهای خیر شما به خاطر خدا باشد. دویمش چی طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. این چی مختصر درباره سنت. هر چیزی که ضد سنت است بدعت است. دائما پیغمبر خدا در صحبتش تاکید میکرد. یک کشم من اول سخنرانی گفتم. بعد میگم که اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب الله. صادق ترین سخن خداوند است. و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم. و بهترین راه و روش پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم. و شر الامور محدثاتها. و بدترین کارهایی هستند که بعد پیدا می شود. یعنی کارهای نو پیدا در اسلام نبودن بعد پیدا شدن. و کل محدثات بدعت. هر چیزی که در اسلام بعد پیدا شده بدعت است. نوآوری است. یه ریست است و نیست در اسلام. باید پیدا کرده است. و کل بدعت ضلاله. وقتی بدعت که باشد نوآوری که باشد نوآوری که باشد باید گمراه میکند انسان. و کل ضلاله فی النار. و کسی که در این بدعت پافشاری میکنه او را همچون سنت نشان میده پابندی میکنه او چی آتش دوزخ به جوش میاد. همین سخن پیغمبر خدا دو اینو میگه. و مردم ما را میگه همین کارا فلان کس نکرده. پیغمبر خدا نکرد. میگه خیلی علمای ما گفتن که ضرر نداره. چه ضرر نداره. خدا گفته دین تمام شد. پیغمبر گفته دین تمام شد. صحابه گفتن دین تمام شد. امام های 4 مذهب اهل سنت و جماعت گفتن دین تمام شد. یک کسی دیگه می اومدن میگفتن نه بعضی چیزا هستن ما با گفته یک آدم از گفته خدا دست میکشیدیم، از گفته پیغمبر دست میکشیدیم، از گفته اصحاب دست میکشیدیم، از گفته تابعین یا تبع تابعین چی دست میکشیدیم به خاطر که عالم یا پیشنهاد کرد. چه خداوند میگه دین کامل شده دیگه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. سوره مائده آیه 13 خداوند میگه امروز من دین کامل کردم. یعنی دین پره شد. احتیاج به هیچ چیزی نو نداره.
که خداوند چی میگه؟ و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ای محمد ما تو یک کتاب آوریم در این همه چی هست. و شاید یک کس بگه چی 4 رکعت نماز عصر در قرآن نوشته شده این نیست. اما گفتیم که خدا در قرآن میگه هر چیزی که محمد میگه شما چی او را گیرید. همین محمد صلی الله علیه و سلم 4 رکعت عصر خونده بود. ولی پیشش یه مذهب را میگه که کنی از قرآن یا انا این گپ امروزون نمیگم، بلکه ما از میکروفون گفتیم که کنی از قرآن یا 4 رکعت عصر، کنی از قرآن یا چی علی اهل بیت پیغمبر است. قرآن در علی اهل بیت پیغمبر گفتگی نیست. قرآن در این عایشه این زنای پیغمبر دیگه باید نازل شده بیاد. و میگن که نه حدیثا در هست. حدیثا در هست. با دیگر حدیثا در مقابلی هست نباشند. برای پیغمبر خدا گفته بود که روزه میشود شما میبینید که یک کس در تکیه‌گاهش در کریسلاش شیشتگی است، میگه که بس است برای ما کتاب خدا. یعنی که هر چی که در قرآن یافتم همون برای من بس است. دونه که میگه او کافر است. بلکه دین ما همش در قرآن نیست. نماز چگونه خواندنش در قرآن نیست. روزه چگونه گرفتنش در قرآن نیست. حج چگونه انجام دادنش در نماز در قرآن نیست. زکات تفصیلاتش در قرآن نیست. همه این چیزا رو با پیغمبر آموختیم. این چیز سخنهای خداوند بود که همه چیز دین کره شده، احتیاج به اون چی نداره. اگه پیغمبر خدا چی میگه صلی الله علیه و سلم یک چه گفتم که بهترین راه و خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم، بهترین راه و روش پیغمبر است. و شر الامور محدثاتها، ای همه کارهای بد کارهای هستن که بعد پیدا میشن. پیغمبر گفته که کارهایی که بعد پیدا میشن از همه بد هستن. یا دیگرش چی؟ پیغمبر خدا میگه که ما بقی شیء یقرب من الجنه و یبعد من النار الا وقد بین لكم. چیز باقی نمونده که شما را به جنت نزدیک کند و از دوزخ دور کند. ما شما ده همش مگر اینکه بیان کردیم. یعنی هر چیزی که سبب جنت رفتن شما میشود یا هر چیزی که شما را از دوزخ دور میکنه اون را بیان کردیم. چی شما کاری نو میکنید؟ چی شما مولد میکنید؟ مولد 400 سال بعد پیغمبر خدا بعد پیدا شده. و هر کس به عقل خودش میگه خب چی ضرر داره؟ چی ضرر داره؟ خدا گفته است که دین کامل است در کار نیست. پیغمبر گفته است که کاری که بعد پیدا میشوند چی گمراهی در میبرن انسان بدعت هستند. یکی چی؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگه میگه که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی در دین ما یک چیز زیاد کنه او قابل قبول نیست. مولود زیاد کردی قابل قبول نیست. 740 سال زیاد کردی قابل قبول نیست. پنجشنبه را زیاد کردی قابل قبول نیست. رجبی را زیاد کردی قابل قبول نیست. نیستن این چیزا. تو زیاد کردی. این چیزا نبودن در زمان پیغمبر خدا در زمان اصحاب. این آنچه که سخنهای پیغمبر، سخنهای خداوند میگفتیم، سخنهای پیغمبر میگفتیم. از همه قرآن کی خوب میفهمید؟ البته پیغمبر. از همه پیغمبر کی خوب میفهمید؟ البته صحابه. حتی زندگی کردن. صحابه ها چی میگن؟ عبدالله ابن عمر بچه حضرت عمر است. میگه که کل بدعت ضلاله و ان رآها الناس حسنه. هر بدعت، هر کاری نو این گمراه میکند انسان. و میگه قید میکند اگر چندی مردم او را حسنه خوب فکر کنند. یعنی کاری نو پیدا خوب نمیشه و اگر چندی مردم او را خوب فکر کنند او خوب نمیشه. یکی چی حذیفه یمانی یک صحابی پیغمبر میگه که کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول الله فلا تتعبدوها. هر عبادتی را که صحابه های پیغمبر نکردن شما نکنید. یا صحابه های پیغمبر مولد نکردن. صحابه های پیغمبر 740 سال جمعگی چی پنجشنبهگی فلان کارا نکردن. صحابه های پیغمبر رجبی نکردن در ماه رجب. در ماه رجب در طرف حساب مردم روز میکشن رجبی میکنن رنگ قربانی بره. با عید قربان نمیکنن. این واجب است نمیکنن و این بدعت است میکنن. اینا تو بینی که ضرر بدعت در جامعه چقدر بسیار بوده است. نوابیدین. برمیگردیم به سخن امام ها. امام ابو حنیفه چی میگه رحمه الله؟ مقالات الفلاسفه علیکم بالاثر و طریق السلف ایاک و کل محدثه فانها بدعه. شما سخن فیلسوفا را ترک کنید. شما سنت پیروی کنید و راه گذشتگی ها را پیش گیرید. خودش 80 هجری تولد شده است. بعد 70 سال پیغمبر خدا از دنیا گذشته. با چی میگه؟ راه گذشتگی ها را ائمه پیش بوده. یا شما پیروی کنید. از هر کاری بد خودتون دور گیرید. زیرا که چی همه کارهایی که بد پیدا میشن بدعت است.
و همه دعوا میکنه ما در مذهب امام اعظم. در مذهب امام اعظم گفته که بدعت حسنه نمیشه. بدعت همش ضلالت است. امام مالک چی میگه؟ امام دارالهجره میگه که من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنه فقد زعم ان محمد صلی الله علیه و سلم خان الرساله لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. میگه کسی در اسلام یک بدعت کنه با گوید که همین حسنه خوبه، یک کار پیدا کنه و گوید ضرر نداره، این کار خوبه، شما دانید که او دعوا کرده است که محمد در پیغمبرش خیانت کرده. برای چی؟ محمد پیغمبر خدا بود، آیت خوان از جانب خداوند وحی اومد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. و چی؟ من خداوند میگه که من دین شما را کامل کردم. و در حجت الوداع چی گفت؟ خدایا شاهد باش، خدایا شاهد باش، خدایا شاهد باش، هر چی که گفتی من به این مردم رسوندم. نرسوند که مولود نیست که اگر مولود خوب باشد نگفتش که پیغمبر خدا. پس چی نمیشود که چی برای یک عالم که ضرر نداره ما گفت خدا و پیغمبر برای یک گفت عالم عوض کرده شدیم. امام شافعی چی میگه؟ من استحسن فقط شرع. کسی از استحسان کار میگیرد، کسی در پیش خودش میگه این چیز خوب است او چیز بد است، این در اسلام چی شریعت نو آورده، خودش قانونگذار حس کرده. امام احمد ابن حنبل چهارم اینا چی میگه؟ اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعه ضلاله. میگه که اصول در نزد ما همین است که با اون چیزی که صحابه رسول صلی الله علیه و سلم انجام دادن ما چنگ زنیم و پیروی اونها را کنیم و از هر کاری که بد است او را ترک کنیم. برای چی؟ برای که هر کاری که بد میگوید و کل بدعت ضلاله و هر کاری که بد پیدا می شود نو پیدا می شود و انسان هم چی به گمراهی میکشد. خیر همه میگن ما در چهار مذهب اهل سنت و جماعت همه بدعتکار شدگان که کسی را میگه چی ضرر کرده مولود یا دهن نون میخورن امر معروف میکنن گوش میکنن، این امر معروف کردیم به مولود، این یا دهن نون خوردیم به مولود چی دست که اینا نشود. این حاجی یا دهن نون خوردیم به مولود، امر معروف کردیم به مولود. الحمدلله همین روز من 10 جدا میکروفون یا به میکروفون گام میزنم به مولود یا که در کو باشه به نون. شما دین به همین مولود برده چسبونده و هر کس میخواد چی سخن خودش تقریر خیر همین چیز ضرر نداشت، ضرر داشت، چیزی که خدا و پیغمبر نگفتن و گفتن که این نوآوری است چه ضرر نداشت. بعد میگن که چی اكو دلیل آدمایی که بدعت حسنه میشود، میگن که کاری نوآوری هم میشود که خوب باشد در دین. میگن که عبدالله ابن مسعود گفت فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون سیئا فهو عند الله سیئ. کار را که مسلمانان خوب بینن و خوب است، خوب ارزیابیش کنن، کار را که مسلمانان بد ارزیابی کنن و بد است. اولش این چی؟ این سبب داره. این حدیثه، این سخن، این اولش سخن پیغمبر خدا نیست. سخن پیغمبر خدا که نباشد سخن صحابی در مسئله های اجتهادی حجت نمیشود. تا سخن یک صحابی هم مسئله اجتهادی باشد ما نمیتونیم که فلان صحابه گفته است همین قدر ما را کفایت میکنه. اما عبادت باشد، اما غیبیات باشد، امتهای پیشینه باشد، صحابه گپ زنند، ما میگیم که این چیزا را از پیش خودش نمیگوید. اما مسئله اجتهادی چی حجت نمیشه. دیگر اینکه چی این درباره خلافت ابوبکر بود. وقتی مردم مباشرتا اومدن با ابوبکر بیعت کردن، حتی چی پیغمبر خدا را به خاک نسپرده برای که مسلمانان بی‌راهبر نباشند. بعد همین حادثه را دیده عبدالله بن مسعود که اون چیزی که مسلمانان خوب بیننش خوبه، یعنی اجماع باشه دیگه همه مسلمان ها. مولود هزارها کتاب رد نوشته که یا عالم میگه هست یا عالم میگه نیست. اگر درست همه مسلمان ها در یک زمان اهل علم، البته خلق نخواه فرمان در خلق اجماع چی خوبه چی گنده، اهل علم در یک زمان اجماع کنن بر یک مسئله، خصوصا اصحاب و تابعین، او برای ما حجت چی باقی میمونه. اما چی در مولود، در هفت استیصال، در رجبی و در بدعت‌هایی که ما میگیم بعضی مردم طرفداری میکنن که اینو ضرر نداره، هیچ وقت اجماع نکردن. این یکمش. دیگه‌اش میگن که حضرت عمر
مردم دید که تراویح میخونن، دو کس سه کس هر جدا، یک کسی جدا، دو کس جدا، سه کس جدا، هر جا میخونن. بعد همینا رو یک امام در جمع کرد و یک خودش گذاشت که مردم همشه از کفای ابی بن کعب نماز خوندن. و چیکار کرد؟ گفت که نعمت البدعه هیه. چی بدعت خوب. یا میگن که نمی عمر گفت که بدعت خوب است. و اون میگه معنای بدعت چیه؟ معنای بدعت لغویش یا زنده کردن. اما معنای لغت بدعت در اصطلاح همچون ترمینولوژی ترمین معناش یک کاری را کنیم که در شریعت اصل نداشته باشد. اگه ما ببینیم که تراویح در شریعت اصل داشت یا نداشت، عمر کردش. تراویح در شریعت اصل داشت. پیغمبر خدا 3 بار تراویح خوندگی بود خاطر مردم. شب چی؟ 23ام، 25م، 27م. با سبب ترک کردنش گفت که من چرا دیگه خاطر شما نماز نمیخونم تراویح؟ برای که خشیت از ان تفرض علیکم. من ترسیدم که چی؟ این فرض گردونده میشود. ثم تعجزوا عنه. و چی؟ بعد از اون شما چی از این چیز کوتاهی میکنید، یعنی زورتون نمیرسه هر شب تراویح خونید. من برای همین خاطر شما ایران نمیخونم که یه امر مستحب و یه امر سنت است. چون که مردم ما در نمازهای فرض نیست به رمضان بامداد دانست، پیشین دانست، عصر دانست، شام دانست، خفتن دانست و تراویح دانست. نه تراویح دانست جوشت بیاد. برای تراویح هیچ کس خداوند در روز قیامت نمیپرسد. هی میره بیفاره میشه، 4 روز میره بعد دیگه نمیروان. چون مردم نمودن نرو اگر که نمیتونی وقتی ثواب میگیری، نتونستی گناهگار نمیشوی. لیکن 5 وقت نماز هر روز خون از این چیز روز قیامت پرسیده میشه. انا که ما نگاه میکنیم که عمر ابن خطاب خلیفه دوم پیغمبر خدا چیکار کرده بود؟ ایرا زنده کردگی بوده. ایرا از نو پیدا کردگی نبوده. این چیز بود و پیغمبر خدا گفت من دیگه خط شما نمیخونم به خاطر که میترسم که همین چیز حکم خداوند همین حکم شما در فرض میگردونه، حکم تراویح خوندن است. اما پیغمبر که گذشت حکم دیگه نمیشوند. حکم را پیغمبرا میگن معین میکنن. این چیه؟ این در کاری است، این نو در کاری است، این خوب است، این بد است. بعد عمر ابن خطاب حضرت عمر دید که پیغمبر نیست، الکی حکم دیگه عوض نمیشود. همون چیزی که پیغمبر خدا کرد باید زنده کرد. سیمش میگن که یار پیغمبر خدا گفت که من سن فی الاسلام سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء. کسی در اسلام یک سنت خوب و زنده کند ثوابش میگیرد و ثواب همه آدمایی که این بعدی کارا میکنن شریک میشود. که میگن که نبی پیغمبر خدا که کسی یک سنت نیک زنده کنه چی کنه، سنت نیک پیدا کنه. یکمش این همیشه واقعا نبود. یک روز یک قوم اومدن آدمی کم بغل بودن. بعد پیغمبر خدا امر معروف شون کرد. چند آیت قرآن هم خوند. امر معروف کرد، دید که پیغمبر خدا حالت اونو وزین ذکر شد. بعد مردم دعوت به صدقه کرد. اولین کسی که دستش صدقه رو آورد میگن یک کس تنگه طلا کرد، یک دست گریف آورد، یک خلطه داد. دستش وزبینی میکرد. انما آدم دید که من سن فی الاسلام سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده. یعنی وقتی کسی یک سنت زنده کند، یعنی یک سنت احیا کند، همین گرد درباره صدقه بود مردم خب بودن، لیکن دویده رفت خونه شو که من کم بغل داشته همین تنگ وسیله. این یگان چیز زیاد کند نیست، زنده کردن است. دیگر اینکه چی؟ خداوند در قرآن چی میگه؟ قطعا میگه یا که پیغمبرش میگه که بدعت ضلالت است، یا خداوند میگه دین کامل شده است، دین کامل شده است. پس چی میشه که پیغمبر در یک جمله که بدعت ضلالت است، در یک جمله که چی؟ بدعت حسنه میشه. هیچ امکان نداره. هیچ امکان نداره پیغمبر دو چیز دیده در ما فهمونه که نصف آدم‌ها ده این حسنه، نصف آدم‌ها ده این خوب، نصف آدم‌ها ده این بد. برای چی؟ یگان دلیل نداره. از قرآن بگید قرآن میگه دین کامل شده است. پیغمبر بگید پیغمبر میگه نوآوری در کار نیست. صحابه کرام بگید میگه نوآوری در کار نیست. امامای اهل سنت و جماعت بگید نوآوری در کار نیست. فقط چی؟ انصاف در کاره. آدم باید متعصب نشه. آدم حقیقت گوش کرد قبول کنه. تمام. این قدر چیز باشه. و اسلام ما در یک شب آموختن نمیتونیم، شب 5 ساعت هم دیگه داریم اسلام آموختن نمیتونیم. چیکار کردن در کار؟ وقتی که دین ما باشد، خدا ما را آفریده باشد و حتما ما می‌مریم، باید ما را فکر کنیم که اینا 5 سال پس، 10 سال پس، 20 سال پس، 30 سال پس ما می‌مریم، احوال ما چی میشود؟ از همین حد فکر کردن نکن. خیلی پگه کار دارم می‌بری آیفون را فکر می‌کنی که من چی باید کنم؟ با همین فکر کردن که پگه قیامت میشه من حدی باید چیکار کنم؟
این اینقدر فکر در سر ما باشه ان شاء الله خوب میشه. ولی یک قرآن میگیری ترجمه داری ازبکی روسی یا تاجیکی میخونید خداوند چی گفته. بحث سخنهای پیغمبر خدا رو میگیری ازبکی روسی تاجیکی انگلیسی روایتش خودی چی میخونه میگه که چی گفته بوده. یا دیسکو برو مدرسه چی هر سحری بعد نماز بامداد از کانال شارجه امر معروف است. برنامه تاجیکی شوریخایت شارجه امر معروف است. یعنی وقتی که خیلی که زندگی داشت ما و شما کوشش میکنیم برای دین ما باید کوشش کنیم. چه که لباسی نو میخورم، خوراک خوب میخورم، جای خوب میخورم. درسته اسلام هم این چیز اجازه داده اگر حلال باشد. و برای دین ما باید کوشش کنیم. شب و چه فکر کنیم که سحری چگونه من باید خیزم، سحری نماز بامداد من باید در مسجد قطار مردم باشم، رفتم کار کردم از ایتی همراه مردم من باید باشم، یا عصر یا شام یا ماه مبارک رمضان من باید روزه گیرم. این خواهری من است، این ناموسی من است، من باید چی را دفاع کنم. الکی آدم تاجیکستانی چی پروا نداره که خواهرش در رو بروش میبینه که یک مرد گرم میزنه، پروا نداره. این در هیچ عصر و زمان در کلتور ایمون نبود، نه ازبک ده نه تاجیک ده. چه این روز شده است که برای چی شده؟ برای که ایمان ما ضعیفه. پروا نداره. خیلی مشت و گشت میگن. خیلی میگن گشت چیکار کرده؟ گشت دایوسی. تو خواهرت حمایت کردن نمیتونی، تو پدرت مادرت حمایت کردن نمیتونی، تو زنش خاله و عمت چی راهنمایی کردن نمیتونی، حمایت کردن نمیتونی. خطی چی جوان مرد دیگه؟ انسان ناموسش همیه است دیگه. نه تنها برای مسلمان، حتی برای کافر امروز چیز زنک ناموس شده است. شما پیش که اول کینوهای آمریکایی رو میدید، یا مرد میدید که زنش قطعی کس میگرده، میومد میگه که با سنی کارا نکن. حاضر نمیگه، حاضر ببینید میکشش کینو را نشون میده. کی قطعی زنی من گپ زدی گفته. چوبا آمریکا 10 سال پیش ایخیل بود، امروز ایخیله. ولی که دید که نمیشه، دروغه. او رو در چی نشون دادم؟ یک دختر استرن از نادیره نمیشه چی نمیشه در کدام دیسک کلوب اروپا رفت میکرد و شوهر کرد. یه آدم بی دینی خدا زده بیم گرفتش. شرط قطعی گرفتش. و شرطی که تو دیگه در دیسک کلوب رفت نمیکنی. چوبا یه آدم بی دینی خدا زده و ای دیسک کلوب انتخاب کرده گرفتش. چوبا میگه رفت نکن. برای که هوا هم میدونه که زن ناموس است. برای که ما مسلمان هستیم الحمدلله. امروز اروپا گشت سر ناموسش اومد، مسلمان پروا نداره. میگه خیلی جمع نداره. برای این دروغ چیزی که با میگن که آدم باید میره زرینش کشود بشه، میره زرین این معنی نداره که خواهر ما رو بیارن در پیش ما قشاب کنن. این دروغ است. یا کروگازوری شما واسه نیست، شما مسلمانو خفا مونده. و تو خفا مونده باشی، تو پیشرفته باشی، چرا دیگه زن تنها میمونی در دیسک کلوب رقص کنه؟ دروغ است. یا شیارها این لازمگو برای ما برای ما را فریب میکنن. اینا ما یک چیز شما رو اثبات میکنم. در راسته یک از کودک نام تولد کنه چند تا مکافاتش میکنه؟ $8000 ولی 10 تا کردنش. روسیه ها؟ 200,000 $8000 میشه. چرا در تاجیکستان میگن تنظیم اویله کنید؟ چرا ایده تزوید نکنید؟ چرا عروس مولا تنظیم اویله میکنه خودش اویلیگ میکنه که تو بچه که مثلا نگهبون میکنه. دروغ است. برای ما هیچ وقت خوبی نمیخواهند. امروز ما خطی او بازی میکنن تا ازبکستان خطی. ببین 10 سال بود ازبکستان خطی چپ بود راستیه. این سال تاجیکستان خطی چپ شده است. خدا در قرآن میگه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. این یهود و نصارا از شما راضی نمیشن تا اونا را پیروی نکنید. اونا مخاطی بازی میکنن. نه مخاطی بازی میکنن. امروز میگه خطی من جوره میشود باید این برادری ازبک بزنه. اگر من برادری ازبک خطی جوره میشم باید چی این تاجیک بزنه. یا مسلمان بزنه. همین شیاراشون دروغه. شما بین هر شب گفته است که کسی فرزند تولد میکنه، سیم فرزندش باشه خلاص و همین پولش میکنه. شما در ما چی سیمینی وراشو کوچه با کوچه میگن که نکنه چی تنظیم اویلا را رعایت کنه. این پروگرام ایجاد است. چون رسم را فکر کنید اولا اون اسلام از یک شب مختلف میشه. شما خودتون دارید سایتی که اسلام دارید. شما هم اصلا رسیده معلوم است بچه شهری میدونید که اسلام یا تو اسلام سایتی ری نداره. با زبان روسی با زبان ازبکستان با زبان تاتاری کدام زبان خوش شما دارید میفهمونید که این چیز حلاله این چیز حرامه این چیز باید کرده شود این چیز باید کرده نشود. چه گفتم که برای ماشینتون بنزین میخرید بالون میخرید همین برای تاکسی میگردید یا که برای جای کار سحر تیاری میبینی برای دینتان تیاری بین تیاری دین نه یک کتاب میخرید تیاری برای دین نه که در اینترنت نیم ساعت میذاری خاطر اینات گام میزنی یا خاطر سعید گوریات گام میزنی یا خاطر چی
هزار تا دیگه دومونای امر معروف میکرد که گپ میزنی یا حاجی میرزا تلفن میکنی یا دومون سرجنا تلفن میکنی همین مسئله رو من نفهمیدم برادر عزیز من چه حل کنم من دیندار رو ما میخوام که این کار درست باشه